مراقب باشین تا آخر این ویدیو دچار بحران وجودی نشین. اندازه سیاهچاله ها دیوونه کننده است. یکی از کوچکترین سیاهچاله ها J1650 است که قطرش اندازه جزیره منهتنه ولی جرمش 3.8 برابر خورشید ماست. یه پله بالاتر این سیاهچاله هست مسیر 15، تقریبا هم اندازه مریخه ولی جرمش 4000 برابر خورشید ماست. تازه داریم به پایین ترین حدی میرسیم که به عنوان سیاهچاله ابرجرم شناخته میشه. این یکی هم اندازه خورشیدمونه ولی جرمش 100,000 برابر بیشتر از خورشیده. تازه اینجا رو داشته باش، خورشید ما در برابر سیاهچاله سجیتریس A که تو مرکز کهکشان راه شیریه همینقدر کوچیکه. جرم این سیاهچاله هم 4 میلیون برابر خورشیده. ما تونستیم تو سال 2022 این تصویر رو ازش ثبت کنیم. حالا داریم به قسمت واقعا دیوونه کننده میرسیم. سیاهچاله‌ای که تو کهکشان M87 هست جرمی حدود 5.4 میلیارد برابر خورشید ما داره. همینطور اولین عکسی که از سیاهچاله ها تو سال 2019 گرفتیم عکس همین سیاهچاله است. و در نهایت یکی از عظیمترین سیاهچاله هایی که تا الان کشف کردیم جرمی حدود 66 میلیارد برابر خورشید ما رو داره. خیام میگه این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم.